بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت بینندگان محترم و همچنین عرض تسلیت بابت توسعه امام حسین علیه السلام. تو این ویدیو میریم سراغ ترجمه آیه سوم سوره حمد، یعنی الرحمن الرحیم. الف و لامی که در ابتدای الرحمن هستش الف و لام موصوله و معنی الذی رو میده، یعنی کسی که و چیزی که. و اون وقت رحمان هم از رحم میاد. رحم گاهی اوقات معنی میشه به اون رقت قلبی و دلسوزی که در درون شما نسبت به یه فرد دیگه پدید میاد و اون وقت شما میرین تا به اون فرد احسان کنید و نعمت بدید و نیازش رو برطرف کنید. برای همین یکی از معانی که رحم در فارسی داره مهربون هستش، چون کسی که مهربونه این رقت قلبی و دلسوزی نسبت به دیگری در درونش پدید میاد و اون وقت میره تا به اون فرد کمک بکنه و نیازش رو برطرف بکنه. گاهی اوقات هم رحم معنا میشه به اون نتیجه‌ای که از رقت قلبی و دلسوزی به دست میاد، یعنی احسان کردن و نعمت دادن و برطرف کردن نیاز. ما وقتی رحم رو در مورد خداوند به کار میبریم، چون خدا منزه از اینکه قلب داشته باشه و دچار رقت قلبی و دلسوزی بشه، برای همین رحم در مورد خداوند معنا میشه به اون نتیجه‌ای که از رقت قلبی و دلسوزی به دست میاد، یعنی احسان کردن و نعمت دادن و برطرف کردن نیاز بدون اینکه هیچ رقت قلبی و دلسوزی در کار باشه. برای همین یکی دیگه از معانی رحم که تو فارسی هستش معنای بخشنده هستش. و اون وقت رحمان هم صیغه مبالغه است که معنای زیادی و کثرت رو میرسونه و ما در فارسی اون رو معنا میکنیم به بسیار. و اون وقت الرحمن معنیش میشه کسی که بسیار مهربونه، کسی که بسیار بخشنده است، کسی که بسیار رحم کننده است. و اون وقت الرحیم هم باز الف و لام ابتدای الرحیم موصوله، یعنی معنی الذی رو میده، یعنی کسی که و چیزی که. و اون وقت رحیم هم باز از همون رحم میاد که خدمتتون توضیح دادم، منتها رحیم صفت مشبه است و صفت مشبه در زبون عربی معنای بقا و ثبات و دوام رو میرسونه. برای همین ما معناش میکنیم به همیشه. و الرحیم میشه کسی که همیشه مهربونه، کسی که همیشه رحم کننده است، کسی که همیشه بخشنده است. و اون وقت الرحمن الرحیم میشه کسی که بسیار مهربونه، بسیار بخشنده، همیشه رحم کننده است. و اون وقت بین رحمان و رحیم تفاوتی وجود داره. رحمان همونطور که خدمت شما گفتم چون صیغه مبالغه هست و کثرت و زیادی مهربونی و بخشندگی خدا رو میرسونه، همونطور که خداوند در مورد خودش فرموده و رحمتی وسعت کل شیء و مهربونی و بخشندگی من همه چیز رو فرا گرفته. برای همین رحمانیت خدا شامل همه مخلوقات و شامل همه آفریدگان میشه، اعم از اون کسایی که به خدا اعتقاد دارن یا اون کسایی که به خداوند اعتقاد ندارن، و شامل تمام موجودات هست. خدا به همه روزی میده. به طور مثال اون انسانهایی که در انحراف و گمراهی هستن، خدا با مهلت دادن به اونها بسیار مهربون بودن خودش رو نشون میده. همونطور که در سوره مریم فرمود قل من کان فی الضلال فلیمدد له الرحمن مدا، بگو هر کس که در انحراف و گمراهی باشد پس باید مهلت دهد به او خدای بسیار مهربون، مهلت دادنی به اندازه کافی یا مهلت دادنی معین. و اون وقت رحیمیت خدا همونطور که خدمت شما گفتم چون معنی همیشه مهربون، همیشه بخشنده رو داره، بعضی از انسان ها هستند به واسطه کارهایی که ازشون سر میزنه خودشون رو از دایره رحیمیت خدا، از اینکه خدا نسبت به اونها همیشه مهربون باشه، خارج میکنن و خودشون رو مستوجب عقوبت و عذاب میکنن. به طور مثال افرادی که ستمکار و ظالم هستند، خدا در مورد اونها فرموده الا لعنت الله علی الظالمین، آگاه باشید که لعنت خدا بر کسانی که ستمکارانند، که لعنت هم به معنی دور کردن از رحمت هستش. بنابراین افرادی که ظالم و ستمکار هستند به واسطه ظلمی که انجام میدن خودشون رو از دایره رحیمیت خدا خارج میکنن و خودشون رو مستوجب عقوبت و عذاب میکنن. اما بعضی از افراد دیگه هم هستن که همچنان در دایره رحیمیت خدا، در دایره اینکه خدا همیشه به اونها مهربون باشه، خودشون رو حفظ میکنن. یکی از این گروه ها افراد مؤمن و معتقد هستند، همونطور که خداوند در مورد اونها میفرماید و کان بالمؤمنین رحیما، نسبت به کسانی که معتقد هستند همیشه مهربان است.
و یه گروه دیگه جنس مردمه، اصلا کار نداریم به این که نژادش چی باشه، رنگش چی باشه، قدش چقدر باشه و غیره و غیره و غیره. خدا نسبت به جنس مردم هم همیشه مهربونه. ان الله بالناس لرؤوف رحیم. قطعا حتما خدا نسبت به جنس مردم بسیار مهربونه، همیشه رحم کننده است. و در مورد مطالبی که خدمت شما عرض کردم، از امام صادق علیه السلام روایتی هست که ایشون میفرماید رحمانیت خدا شامل تمام آفریدگان میشه و رحیم بودن خدا به طور خاص برای افراد مؤمن و معتقد هستش، که من سعی کردم به طور خلاصه برای شما توضیح بدم. خدا ابتداعاً نسبت به همه مخلوقات، همه آفریدگان رحمان بسیار مهربونه، اما بعضی از افراد هستند به واسطه کارهایی که انجام میدن خودشون رو از این رحمت خارج میکنن، در نتیجه از دایره رحیم بودن، از دایره این که خدا همیشه به اونها مهربون باشه، خودشون رو خارج میکنن و خودشون رو مستوجب عقوبت و عذاب میکنن. خب این هم مطالبی که میخواستم در مورد آیه 3 سوره حمد براتون بگم. انشالله تو ویدیوی بعدی میرم سراغ آیه 4. برای همه شما آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم مطالبی که گفتم براتون مفید بوده باشه. خدا حافظ همگی شما.